سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون خانواده ربیعی. من شهریار ربیعی هستم به همراه همسرم. من یاپراک از استانبول. امروز میخوایم راجع به 5 تا دلیل برای مهاجرت به ترکیه باهاتون صحبت بکنیم. Aşkım, I am explaining. Today our subject is 5 reasons to immigrate to Turkey. خب اولین دلیلش به نظر من که برای ما ایرانی ها میتونه خیلی مهم باشه نزدیکی ترکیه به ایران هست. یعنی شما هر کاری که داشته باشین نهایتا با 3 ساعت پرواز میتونین بیاین استانبول یا با 2 ساعت پرواز میتونین خودتون رو به آنکارا برسونین. و یکی از دلایلی که شاید خیلی از ایرانی ها ترکیه رو انتخاب میکنن برای مهاجرت نزدیکیش به ایران هست. Ashkem, could you also please explain for us the first reason? I already explained, in Farsi, because Turkey is close to Iran. Yes, Iran and Turkey very close. It takes just 3 hours. Reaching also some bus, metro to city, also very easier. So this is the one of the best reason. دلیل دوم به نظر من فرهنگ نزدیکیه که بین ایران و ترکیه هست. یعنی از فرهنگ ازدواج گرفته تا فرهنگ غذایی، خیلی از چیزهایی که توی ایران ما داریم اینجا هم به همون شکل، به همون روال. مردم سنتی هستن، به آداب و سنن خودشون خیلی براشون مهمه مثل ما ایرانی ها. و به نظرم این هم میتونه دلیل خوبی باشه برای مهاجرت به ترکیه، مخصوصا غذاها خیلی خوبه، خیلی نزدیکه. و اینجا رو فراموش کردم. Ashkem, also explain please about the culture between Iran and Turkey. Marriage culture or general culture? General culture. General culture, we are both hospitality people. Not as much as the Iranian people. Iranian people the best actually that things. But we are hospitality. We love guests also. Not as much as the Iranian people. Let me just translate in Farsi. یاپراک درست میگه که ما هم مهمان نواز هستیم، اما نه به اندازه که ایرانی ها مهمان نواز هستن. مهمون رو دوست داریم ولی باز نه به اندازه ایرانی ها. درست میگه، ایرانی ها مهمان نوازترین آدم های این کره خاکی هستن، ولی خب ترک هم مهمان نواز هستن. Yes, Ashkem. So we are hospitality. Yeah, also about the food. Food, yes. We have kebab also, but not as much as beautiful like Iranian kebab. میگه ما کباب داریم ولی کبابمون هم باز به خوشمزگی ایرانی. Another things. Which one? What I love, like looks like Adana kebab. Kubide. Not as much as like kubide, but similar food. We have also different kind of food, but close to Iranian taste. So this is the one of the reason also. درسته. غذای ترکی هم ذائقه ما نزدیکه. بله درسته. بله. و دلیل بعدی آزادی های اجتماعی هست. به هر حال به خاطر محدودیت هایی که متاسفانه توی کشور وجود داره، خب خیلی ها تصمیم به مهاجرت میگیرن و ترکیه حالا به خاطر شرایطی که داره شاید انتخاب خیلی ها باشه. و به هر حال حجاب اینجا اختیاریه برای خانم ها. مشروبات الکلی آزاده، یه سری آزادی های اجتماعی وجود داره، یه سری امکاناتی وجود داره که خب حالا شاید تو کشور خودمون نباشه. و به هر حال این هم مهمه و میتونه دلیل خیلی ها باشه برای مهاجرت. Ashkem, I was explaining about the social freedom in Turkey. Also you explain please. Yeah, woman is free here. Not just women and men are free actually. You can wear whatever you want. Also you can go out
whenever you want. درسته. دلیل بعدی که اینجا من نوشتم، یکی از دلایلی که میتونه برای مهاجرت باشه، زندگی شبانه در ترکیه یا همون نایت لایفه. زندگی شبانه اینه که شما هر ساعتی که تقریبا مخصوصا شهرهای بزرگ مثل استانبول، یعنی شما اهل هر برنامه‌ای که باشی. When I was Iran, when I felt hungry, we couldn't find any restaurant, any buffet, any place. یا پراک میگه من وقتی ایران بودم شب مثلا دیر وقت اگر گرسنه بودم رستورانی نبود توی ایران که مثلا باز باشه بعد از ساعت 12. درست میگه. ولی کلا استانبول شهر زندگیه، شهریه که زندگی توش جریان داره، ساعت مهم نیست و شما حالا اگر که مثلا میگم شب حالا دوست داشته باشین برین رستوران بخوایم برین، دیسکو بخوایم برین، بار بخوایم برین، اصلا بخوایم پیاده روی برین بیرون فقط قدم بزنی، خیلی از جاها باز هستن و زندگی جریان داره. زندگی شبانه توی استانبول خیلی جالبه. و دلیل آخر به نظر من ادامه تحصیل هست. ادامه تحصیل برای خیلی از عزیزانی که خب حالا فرزندشون رو میخوان بفرستن یا خودشون میخوان برن، به هر حال هزینه ها در اروپا دانشگاه ها خیلی از جاها به مراتب گرونتره، باید یورو خرج بکنن، هزینه ها خیلی بالاست، گرونه. ولی خب من خیلی از عزیزان هموطن رو میبینم که برای ادامه تحصیل به دانشگاه معتبر ترکیه میان. تو خود ما استانبول دانشگاه خیلی مهمی رو داریم، دانشگاه معمار سنان هست، دانشگاه مارمارای هست. دانشگاه ها خب همین که خیلی از دانشگاه اینجا مورد تایید وزارت علوم هست و همین که شهریه دانشگاه ها نسبت به اروپا به مراتب پایین تره و این هم میتونه یکی از دلایل مهاجرت برای ایرانی ها به ترکیه باشه. Aşkım, the last reason I was thinking it's education. Lots of Iranian young generation want to go out of their country to go to university. So Turkey cheaper than Europe. So it is also nice. They can come, they can join the university, they can learn the Turkish. Also close to Iran. و یکی از دلایل دیگهش هست که خیلی از دانشگاه ها، خیلی از رشته ها حالا به غیر از زبان ترکی به انگلیسی هم تدریس میشه اینجا و خیلی از رشته ها رو also speaks Turkish. Very easy to integrate, very easy to adapt Turkey. One of the good reason. هموطنهای آذری زبان خب به هر حال ترکی استانبولی رو خیلی سریعتر یاد میگیرن، خودشون رو خیلی سریعتر میتونن آداپته بکنن و خیلی هاشون دلیلشون برای مهاجرت به ترکیه تشابه در واقع زبان ها هستش. ما ویدیوی بعدی که خواهیم ساخت 5 دلیل برای مهاجرت نکردن به ترکیه خواهد بود. باز شما عزیزان اگر که سوالی دارین راجع به ترکیه خوشحال میشم کامنت بذارین و اگر که این ویدیو رو دوست داشتین ما رو لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، لایک زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای جدید ما رو ببینین. دوستتون داریم. فعلا خداحافظ.